سلام بچه‌ها. امروز اومدم بهتون آموزش شلوار بگ رو بگم بدون الگو. پارچمون رو 4 لاتا میزنیم از طول که یه سمتش بشه دولای بسته و دولای باز و یه سمتش هم کلاً 4 لایه بسته. از قسمت بالای کار به اندازه 8 سانت میایم پایین برای کش کمر و قسمت اضافی فاق پشت خط کمرمون رو میکشیم و از قسمت خط کمر به اندازه 30 تا 35 سانت برای خط فاق میایم پایین. اندازه 30 برای دور باسن تا 100 هستش و دور باسن 100 به بالا رو میتونیم اندازه رو 35 بگیریم. خط فاقمون رو میکشیم. حالا روی خط فاق به اندازه 1/4 دور باسن به علاوه 3 تا 4 سانت، حالا میتونه کمتر هم باشه، 4 سانت خیلی اندازه زیادتری میشه، میایم علامت میزنیم. روی خط کمرم همون اندازه رو علامت میزنیم و یه خط صاف تا خط کمر میکشیم. حالا از قسمت لبه کار به اندازه 10 سانت میایم بیرون، یعنی از اون قسمت 1/4 باسن که علامت زده بودین دوباره 10 سانت میایم بیرون و 10 سانت هم دوباره علامت میزنیم برای هلال فاق. هر چقدر این هلال رو خالی تر برداریم خیلی بهتر میشه تنپوش توی تنپوش شلوار و خط رو تا کمر ادامه میدیم. حالا میایم این قسمت درز ها رو قیچی میزنیم. قسمت بالای کار اون اضافه کار با فاصله 1 سانت اضافه دوخت قیچی میخوره تا پایین کار. هلال فاق رو قیچی میزنیم و قسمت پایین کار هم درزهایی که دولای بسته هست رو بازش میکنیم، هم سمت پهلو و هم سمت درزهای داخل پا. خب برای قسمت جلو بهتر هستش که یک دولای کار رو بر میداریم، دولای دیگر رو برای قسمت جلو از قسمت کمر 2.5 سانت میایم تا خط پهلو صفرش میکنیم و در قسمت فاق هم به اندازه 2.5 سانت تا پایین کار قیچی میزنیم تا قسمت جلو یه مقدار از قسمت پشت کوچیک‌تر بشه. حالا باید بیایم هلال فاق رو دو تا قسمتی که برای جلو هست و پشت هست رو هر کدوم جداگونه با فاصله 1 سانت دوخت بکنیم. بعد از اینکه هلال فاق پشت و جلو رو دوختیم، حالا میایم راسته به راسته قسمت جلو و پشت رو روی همدیگه میذاریم. درزهای جلو رو با پشت دوخت میکنیم و درزهای داخل پا رو هم جداگونه دوخت میکنیم. خب میتونیم درزهای پهلو رو حالت 2 درزه دوخت بکنیم. چون پارچه من طرح لی بود، لی کاغذی هستش، ترجیح دادم که درز تزیینی هم روی کار داشته باشم. اصطلاحاً درز خوابیده به این دوخت میگن. یه دوخت تزیینی قشنگی میشه. البته قبل از این که بخوایم دوخت رو انجام بدیم بهتر هستش که کار رو سردوز هم بزنیم. قسمت دمپای شلوار رو هم یه لبه تا میزنیم. بهتر هست که با سردوز بخوره. من اینجا چون کار میگم طرحلی هست، دوخت رو 2 طرفه رفتم، یعنی 2 تا درز کنار هم دیگه دوخته شد که اون حالت
ترهلی رو داشته باشه. خب برای کمر شلوار کشی که لازم داریم اندازه دور کمر هستش، منهای 3 تا 5 سانت. من میام قسمت دو تا لبه کار رو با هم دیگه دوخت میکنم تا حالت دایره کمر رو ایجاد بکنه. نکته‌ای که مهم هست اینجا بهتون بگم اینه که شلوارمون در قسمت جلو نمیخوایم چین بخوره و چین فقط در قسمت پشت شلوار هست، ولی من دور تا دور کمر رو میام کش رو میذارم. زمانی که میخوام کش رو ثابت بکنم در قسمت جلو از پهلوی جلو سمت راست تا سمت چپ بهتر است که کش رو در حالت عادی بذارم، یعنی بدون اینکه کشیده بشه دوخت رو انجام بدم و بعد در قسمت پشت فقط کمر رو به حالت کشم تا به کمر شلوار دوخته بشه تا اون فضای قسمت پشت شلوار حالت چینکش ساده رو داره. خب برای کمری، بر نوار کمری هم میتونید یه نوار 5 سانتی برش بزنیم در طول 30 سانت و البته 2 تا باید داشته باشیم و برای تزیین کمر ازش استفاده بکنیم.